بناشه شکستم. ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کنید چه ورقاشون دیگه من چه توده شده میرم. نگاه کنید عجایب بادام دست. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختو اسای خانگی. ما امروز همراه همین سامبوسه ژیمچوک تیار میکنیم. به حد نمودش خوشرو و بالازر میبیاد. محصولاتی لازمه برای ما 200 میلی لیتر آبمون سخت گرم نباشد. 400 گرم آرد، من 3-4 قاشق روغن رستنی، نمک و کمتر دراژ گرفتم. دراژ برای آن گرفتم که خمیرش کمتر ملایمی قاق نبیاد، ملایم تر بیاد. برای همین دراژ گرفتم. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در اول آب میگیریم. 200 میلی لیتر آب گیرید. 2 دانه زواله میشد. اگر خواهید که بسیارتر کنید 400 میلی لیتر گیرید. 4 دانه زواله میشد. من همه محصولاتمو همراه کرده شروع میختم کنیم. خیر افغانی میدانیم که برای چی همراه میکنیم؟ برای خمیرها ملایم آمدن. بسم الله الرحمن الرحیم. من اردمی همراه کردم و سخت تکک خمیر تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. من خمیرمان من طرف سخت تکک تیار شد. ما خمیرمان را به 2 قسمی برابر تقسیم میکنیم. به 2 قسمی برابر تقسیم کردیم. شروع زواله گیته 5 دقیقه نگاه میداریم. بعد تنوگ میکنیم. من اکنون زواله های تنوگ میکنم. شروع تنوگ میکنیم. کلوله کرده یعنی سامبوسه شرط نیه که تنوگی سخت کنه. ما از 4 طرفش تیرک میزنیم. آردشه نترسیده بسیارتر زدن گرید که بیاد شروع میبیاد نمیچسبه. میتونید کرخمال که هم تنوگ کنید. راسته که بسیاری زنها حالا نمیدونستن که کرخمالش چی. کرخمال خیلی که معلوم که کارتوشکا و اجواری مکه گرفته میشه. تمام مغازه با این چیزه میفروشد. قیمت هم نیه. نه برای دیگه تیرک میزنم. من اخشرا تنوگ کردم از طریق استالی کخنی من ناقدر کلام. برای همین زوال های معده تر میگیرم و در نش به چه روغن میمالیم. من این گونه مسئله 82% استفاده میبرم. درسته که به کراکو من همین گرفتگی همین استفاده میبرم به حد ناس خیلی برای من ارزان میغلطد. من کراکو باین میگیرم اپتم. من میمونه 82% به حد مسئله ناس. اما ما میدانیم که مسئله 82% ژرنسته چه بلند. ملایم شدگی مولیدنش آسان‌تر. من یک قبطش شروع نمیتر مصلا میکنیم. من دویم قبطه خمیرامایه پاشیدم. با این طرفش هم ما همین مثل اوله من هم مصلا میمونیم. برای چی مسئله آب شدگی نمالیدم؟ برای اینکه مسئله وقتی که ما همینه وقتی تفتانبه میمونیم این مسئلهش آب شده خمیری ما ورقینق شروع میکنم. برای همین من مسئله آب شدگی نیه. خیلی در حرارت خانه ملایم شدگیه مولیسیه. ما خمیرامایه مثل فتیر تیرکبه میگیریم. شروع همینطور من تیرکبه گرفتیم. من اکنون تقسیم میکنیم. تقسیم کرده من جدا میکنیم.
تیرکشه ما میگیریم. ما که خمیر مایه سه قسم با میپاشیم برابر. سه قسمی برابر من اینطور پاشیدیم خشروه. قبطاش. خمیرمای سلافان کردم با مدتی 2-3 ساعت به خالدیلنیک میمونه. مرزیلنیک بنیایو خالدیلنیک خودش با میمونه. برای سامبوسامای نچینکش با ما چی لازم؟ پیاز، کارتاشکا و مرغ گرفتم. من همه وقت کارتاشکا استفاده میبرم برای اینکه فرزندانم به هر نظم بینن کارتاشکاگین سامبوسه. من گرفتم نمک، مرچ، زیره و کمتر بارولگاری خشک. من بالی من майдакараги маҳсулотамо ба андохта ҳамеша хушрӯ мехтам мекунем. Ман тамоман равған ҳамроҳ намкунам барои ин ки хамири самбосамо дидед равғанаш чӣ хел буд. Хамири мо ҳам дам ди фалакаи 2 соат. хамирамо сахт кашдагӣ мо аввал камтар мегирем. калонакак мегирем. нигоҳ кунед қабаташ чӣ хел омадагӣ. همو بینش برابر تقسیم میکنیم. عصبی خمیرما غفسکک بودنش ما اینه من مایده ریزه میکنیم. مقام ریزه میکنیم. من قبطاش نگاه کنید چه خیلی آمدگی قبطاش. یک قسمش کلانکک میستد. ما که تنوع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما 4 کنجاشک تنوع میکنیم. آردم شرط نیه برای اینکه خمیرامو سخت تکک خودش. این طرف 4 کنجا من تنوع کریم. همش این طرف 4 کنجا تنوع میکنیم. من خشرو تنوع کردم. مکو ما نچینکامه میبینیم. من نچینکامه تیار شد. برای چی همشه برابر تنوع کردم؟ برای اینکه نچینکامه همش به یخل بیاد. همشه تنوع کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فرشش میگذاریم. شرط نیه خیلی ما 4 کنجا خشرو کرده کشادم. ما اینو آرامیتیم. همینطور نچینکشه میگذاریم همش به یک خیل. بسیاری ها خیلی میگن که همین پس سامبوسه کارتاشکاگی نمیشد خیلیشم خیلی راستی اینه یکم بارش که شونی داستگیشم نیه خیلی دیسگیشم. من اکنون محکم میکنیم 4 کنجه شکل. 4 کنجه خشرو بیاد. چند خیلی 4 کنجه محکم کنی های. خیلی محکم کنید با قچه خشرو میبیاد. دم میکنید. میتر همشه میتر 4 کنجه محکم میکنیم ما. من سامبوسه پیچندم. ما کنم خمیری یک قسمی من دیگه خشرو تنوع میکنیم. این تختامو که برابر تنوع میکنیم. من خشرو تنوع کردم. من میبرم. من بربرکی یعنی من باریک میبریم. اول سرش من خیلی راست گرفتم. باریک من جدا میکنیم. خواهید خیلی گلچشکی کنید. خواهید کارت که مایده کنید. خیلی که اینها آسانتر. پیتزا بورکا که مایده کنید هم میشد. ریزه میکنه. من سامبوسه گرفتیم. من همین خمیری مایده کرگیم مایه. من ریز کرگیم. اما بینش من یک درازه میبانیم. ما بینش.
یه بار دیگه من همین سرش بچسبانده مبینش راقتر میمونه. من سیومش همین مبین بالاش بمونده با مبینش راقتر میمونه. خمیرش عصبی روغنی بودن یگان چی نمیکنه، غفص نمیبیاد. من این طرفش من همین طور سرش یکتا جابیو آخرش ما من مبینش راق میمونه. من این طرفش من یک قسمی دیگه میپوشیم. من همین طور من آرام میتیم سمبوسامویا. من نگاه کنید چقدر شد نمودش. همیشه همین طور میکنیم. بکنید دگام قطعی جای دشواریش نیست است. من اول مبینش بمیمونه. من بعد با همین سرشای همیشه یک جابه من کمتر راق میکنیم. تکبه میگیریم. با سرش همین جابه با آخرش تکبه میگیریم. این طرفش همین طور میکنیم. من نگاه کنید به حد آسان تیار کنید نکی نمودش به حد خوشرو میبیاد. من این طور همه سمبوسامای ما تیار میکنیم. من نمودی سمبوسی ما چخیل آمد. ما اینکه خوش را تخم میکنیم. من یک دون زرده تخم با یک قاشق شیره برکنم. من خوش رو من سمبوسا همه تخم میمونیم. من خوش رو تخم آلیدم و کنجید میکنیم. اینو قیره هاش با ما کنجید میکنیم. میتونید خیلی سیدانه کنید. قسمشه بینید جدا میکنه. مک فرقش نیست خیلی باشه. بسیارا سوال دادن درباره فالگه. برای چی فالگه میکنید؟ برای اینکه خیلی فالگه شروع میپزد تگی سمبوسه همو هم آخر جا کاغذ با فالگه استفاده برای دادم. برای سمبوسه کاغذ استفاده برای این پرگامیتنی بوماگه و فاله میشد. قبای سمبوسه برای خیلی میچسبد. برای همین فالگه برای همین سمبوسه خیلی یگان چی پختم. من خوش رو تخم کرم. من سیدانه کرم. 200 درجه انده 40-45 دقیقه انده پخته میگیریم. من چکنو بینید سمبوسه ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چخیل آمد. عجایبات آمد. خوش رو ورم کرد. به حد اشتیاور به حد باید خوش رو میکند. ما از نمیگیریم. من چکنو بینید سمبوسه جمچی که ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چخیل عجایبات آمد. به حد اشتها آور. من در نوشش کستم بینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من نگاه کنید چخیل ورقاشم دیگه. من چقدر توده شده میرم. نگاه کنید عجایبات آمده است. به حد ریزانک خمیرش راستی. من نگاه کنید چقدر ریختر است. من در نوشه میشکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من کارتوشکای مرغاش چخیل آمده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار. خمیرش عجایبات ریزانک آمد. نگاه کنید چقدر ریخته میرن. نگاه کنید چقدر عجایبات. حتما کانال ما دستگیری کنید. یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.